بسم الله الرحمن الرحیم. خب امیدوارم تا اینجا مطالب مفید باشه. یه مروری میکنیم ببینیم تا الان چه مطالبی گفته شده. خب تعجب نکنید همون کیکاست، ولی اگه خاطرتون باشه گفتیم قسمت کانفیگوریشن که ما امروز کم تو این جلسه باش کار داریم، اگه اونجا این رنگ آخر رو من انتخاب کردم که حالا خیلی هم تو چشم باشه فعلا برای این جلسه، بزنید و یک بار خارج بشید و داخل بشید این تغییرات رو مشاهده کنید. و نکته دیگه که من فراموش کردم بگم خدمتتون، شما لازم نیست هر دفعه لوگ اوت کنید. اگه لوگ اوت کنید دفعه بعد که میخواین وارد بشین ازتون یوزر پس میخواد. یعنی اگه میخواین از یک اکانتتون به اکانت دیگه‌تون سویچ کنید باید لوگ اوت بشید. بعد وگرنه به راحتی این آیکون کلوز رو بزنید خارج میشین و دفعه بعد خیلی راحت و سریعتر وارد همین حساب کار بهتون میشید. خب ما تا الان گفتیم صفحه اول استارت اسکرین اصطلاحاً چه آیکون ها و تولبارز هایی داره، لایبرری رو توضیح دادیم که چجوری بسازیم و منیج کنیم. ما 3 لایبرری داریم فعلا و این سایت و اکسپدیشن و قسمت بعدی رو که بعد توضیح میدیم. و رفتیم داخل یکی از لایبرری هامون، فرض کنید این، و گفتیم چطور میشه PDF رو اضافه کرد و هر فایل PDFی که اضافه میشه یک قسمت متادیتا داره یا بیب تکست داره که اگر اونو میتونید به صورت منوال و دستی خودتون اینجا اضافه کنید، مشخصاتش، نویسنده، تایتل، جورنال و سال و الی آخر مشخصاتی که لازمه برای یک رفرنس میتونید اضافه کنید و یا اینکه میتونید از این اسنیفر استفاده کنید. و خیلی تاکید میکنم وقتی که از اسنیفر استفاده میکنید سعی کنید از اون ویزارد استفاده نکنید و خودتون یعنی فرض کنید برای خدمت توضیح بدم بخواید اسنیفر رو این انجام بدید، خب از این گزینه ویزاردش استفاده نکنید، خیلی کارو سریع انجام بدید. همونجوری که دیدین به عرض کمتر از 1 دقیقه ما نزدیک 50 تا مقاله‌ای رو که من PDFشون اضافه کرده بودم تونستیم به راحتی همه رو که نه، یه تعدادی 5-6 تاشون ریپورت بودن و یا یه چپتر بودن نتونست پیدا کنه که البته اون رو هم میتونیم پیدا کنیم ولی ویزارد به طور مستقیم همه رو خیلی راحت کمتر از 1 دقیقه پیدا. ولی حتی از این گزینه next move to on to next استفاده کنید خیلی بهتره، چون شما وقتی که اینو انتخاب میکنید همینجوری که قبلا هم مشاهده کردین وقتی که ایمپورت رو میزنید اینجا این قابلیت رو داره که شما میتونید چک کنید که آیا این کاری که این بیب تکستی که داره میده درست هست یا نه. تایتل رو میتونید چک کنید، نویسنده ها، ژورنال و الی آخر اینا رو میتونید سریع چک کنید. خب اگه درسته خب موو تو نکست بزنید و این خیلی، چون شما میخواین اینا رو به حال استفاده کنید توی قسمت بیبلیوگرافی یه پیپرتون، یه تزیزتون، خب این لازمه که مطمئن بشین که اونی که دانلود شده سایتیشن درستیه. خب این یه نکته. و مطالب دیگه که خدمتتون گفتیم راجع به کامنت گذاری بود، هایلایت و شکل کشیدن و کپی تکست و این چیزایی که قابلیتایی که بود و میتونید بزرگش کنید، زومش کنید و عرضم بزرگ اینم که برودکستی که اینجا هست باز این بزن یه توتوریالی که تو یوتیوب باز اونم میتونید استفاده کنید و بیشتر یاد بگیرید. این نکات اینجا الان خیلی ما نمیتونیم توضیح بدیم چون هنوز شکل نگرفته برای این PDF. خب. و همچنین گفتیم که چطور برای یک فایل PDF شما به راحتی میتونید بیاین قسمت انوتیشن و تگ بزنید. قسمت انوتیشن شما چند تا آپشن خیلی جالب دیگه هم دارید که اینها رو کیکا داره. یکی این که شما میتونید استیج بزنید برای این مطلبتون، برای این پیپرتون که تو چه مرحله‌ای هستید
تو اولویت اوله، تا پرایوریتی تونه، یا اینکه شروع کردین به خوندن و نخوندین، دوباره میخواین بخونید، اسکیمش کردید، اصلا دابلیکیت یعنی تکراریه. دابلیکیت اینجا هم یک گزینه‌ای هستش که خودش اون دابلیکیت ها رو براتون پیدا میکنه که استفاده میکنه الان انشالله. بعد میتونید ریت بذارین براشون که چه مقدار براتون فیوریته، چقدر براتون جالبه. البته کلید فیوریت هم هستش که شما میتونید اینجا اضافه. کامنت هم که اگه داشته باشید اینجا مستقیم میتونید بذارید. بعد انوتیشن هایی که برای این مقاله گذاشتید، یعنی هایلایت ها و خطوطی رو که مثلا کشیدید یا کامنت هایی رو که گذاشتید، به طور خلاصه اینجا میتونید مقایسه کنید. ولی این مثلا یه آپشنیه که باز برای پرمیوم در نظر گرفته شده که اگه شما پرمیوم باشید اینجا میتونید کلیک کنید و مستقیم میره سر وقت همون صفحه. ولی خب به راحتی اینجا پیجشو زده، شما میتونید پیجو به راحتی وقتی که اینو باز میکنید میتونید این بالا پیج بزنید، مثلا صفحه 3 به راحتی میپره صفحه 3 و شما اونو میتونید اگر چیزی داشته باشید مشاهده کنید. خب پس به طور خلاصه گفت فهمیدیم چجوری یه مقاله رو PDF اضافه کنیم، وب تکستش رو چجوری اضافه کنیم، روش‌های مختلفی برای اضافه کردن مقاله و بیب تکستش هست که تا اینجا گفتیم. میتونید دستی وارد بشه، میتونید از اینترنت براوز بشه، میتونید از یک سافتور دیگه که دارین استفاده میکنید اکسپورت کنید توی این یا ایمپورت کنید برای این نرم افزار و الی آخر. گزینه بعدی که هستش بعد از بیب تکست اسنیفر انوتیشن ریپورت. شما برای یک لایبرریتون میتونید چند تا از این مقاله ها رو سلکت کنید، خب بعد انوتیشن ها رو ریپورت بگیرید. ولی خب چون ما فعلا هنوز انوتیشن خاصی نداریم، فقط تنها مقاله‌ای که انوتیشن یه ذره هایلایت کردیم و حاشیه نویسی کردیم اینه. خب اینو سلکت میکنین میگه انوتیشن ریپورت. خب چند تا حالا سوال کرده، شما اون رو تیک میزنید یا میخواین اینکلود کامنت باشه، ابسترکتش هم مثلا میخواین یا نه، بعد جنریتش میکنید. خب این فایل رو به شما میگه. ببینید جالبیش اینجاست که فایل PDF رو کامل تبدیل به متن میکنه و اون قسمت هایی رو که شما هایلایت کردین براتون هایلایت میکنه. خب یعنی شما یه ریپورت از حاشیه نویسی های شما روی یک مقاله به شما میده، هم حالت PDF اصلی خود مقاله رو نشون میده و هم متن هایی رو که شما هایلایت کردین نوشتین. و بعد میتونید اینو باز اکسپورت کنید توی فایل ورد، یعنی اینو تبدیل به یه فایل ورد کنید و کار خاصی اگه میخواین روش انجام بدین داشته باشید. اینو حالا بعداً باز توضیح میدیم. رفرنس و اینا همینطور. حالا قسمت دابلیکیت رو باز اینجا ببینید دوپلیکیت که ببینید یه مقاله‌تون توی این لایبرری یا یه مقاله هایی دارید که تکراری باشن. اینو وقتی که گزینه رو بزنید بهتون میگه بله این چند تا مقاله تکراریه. خب این دو تا برای کانتکست یعنی تایتلشون تکراریه. وقتی شما باز روی مقاله کلیک کنید و راست کلیک کنید اوپن رو بزنید و اون بعدی رو هم همینطور، این دو تا چیز جداگونه است ولی چون تایتلشون کانتنتسه یعنی فهرستا رو مربوط دو تا کتاب مختلفه، این دو تا رو گفتیم ممکنه که تکراری باشه. بعدی رو باز میکنیم چک کنیم برای اینکه مثلا شما میخواین داخل لایبرریتون که تکراری بفهمیم این بله این دو تا تکراریه. این باشه این قبل از پابلیششه که این ببخشید این یکی پیپر قبل از پابلیششه که توسط خود این نویسنده ها روی وبسایتشون گذاشته بودن، من از اون طریق دانلود کردم و اینا بعد از اینکه پابلیش شده توی خود ژورنالشون پیدا کرد و کار نداره. حالا بقیه هم میتونید چک کنید ببینید. این دوتا هم باز کتاب دو تا چپتر مختلف از یک کتابه، به خاطر همین اینا رو گفته تکراریه. خب این هم یه قابلیت جالبیه. و بحث اکسپورت رو که بذاریم باز برای اینکه لایبرری اون بیشتر بشه بهتر میتونیم روش توضیح بدیم. خب
تا اینجا کافیه، بقیهش رو انشاءالله توی جلسه آینده در خدمتتون هستیم.